سلام، به دنیای داستان‌های پشت پرده خوش اومدین. اگر به این سبک داستان‌ها علاقه داری، لایک و سابسکرایب و فعال کردن زنگوله یادت نره و همراه همیشگی ما باش. با اینکه هنوز نوجوان 17 ساله بودم، اما درک زیادی از زندگی داشتم و به قول بچه‌های محل یه دختر باز قهار بودم. تا اون سن چندین دوست دختر رو از سر گذرونده بودم و یه جورایی دخترها واسم مثل یه وسیله مصرفی شده بودن. اسمم کامرانه. میخوام ماجرای زندگیمو برای این چنل تعریف کنم. امیدوارم که از این داستان لذت ببرید. اون زمان یه پسر شر و شیطون بودم که علاقه زیادی به رابطه‌های عاشقانه نداشتم. بیشتر دنبال رابطه‌های زیر پتویی بودم. خوشبختانه اکثر دخترایی که به تورم می‌خوردنم آکبند نبودن و چند باری دست شده بودن. دیگه خیالم از بابت گیر و گرفتاری‌های اینجوری راحت بود. بدبختی من از اونجایی شروع شد که حس کردم یه احساساتی نسبت به دختر همسایه‌مون دارم. البته همه چیز سر یه لج و لجبازی شروع شد و میخواستم دو دستی زندگی اون دختر رو به باد بدم. وقتی 18 سالم بود توی محله جمع و جور که همه همدیگر رو میشناختن زندگی میکردیم. همسایه دیوار به دیوار ما یه دختر 15 ساله به اسم ریحانه داشت. ریحانه از اون دختر چشم ابرو مشکی خوشگل و جذاب بود که با وجود حجاب کاملش همه پسرای محل دنبالش بودن. یه جورای سطحیج از پلنگ‌های اون زمان جلو بود. اون موقع تازه ابروهای شیطونی و کلیپس‌های بزرگ مد شده بود. هر جا می‌رفتیم این مدل دخترها رو می‌دیدیم. اما ریحانه با همشون فرق داشت. با استایل ساده و نچرالش تونسته بود دل همه ما رو ببره. با اینکه ریحانه 15 سال بیشتر نداشت، کلی خواستگار کوچیک و بزرگ داشت. ما بینشون هم چند تا دکتر و مهندس خواستگارش اومده بودن. اما پدر ریحانه یه آدم فوق‌العاده سختگیر بود. میگفت دختر گل من هنوز واسه ازدواج بچه است. من نمیخوام تو این سن وارد زندگی بشه. اون زمان همه مسخرش می‌کردن. میگفتن دختر تو دیگه 15 سال شده. همینجوری که تو داری خواستگارش رو رد می‌کنی، مطمئن باش رو دستت میمونه. با این وجود باز هم پدر ریحانه گوشش بدهکار نبود و الحق که حرف حقی هم میزد. من اوایل چشمی به ریحانه نداشتم. حتی به عنوان یه همسایه دیوار به دیوارم تا حالا ندیده بودمش. اما اونقدری از در و همسایه تعریفش شنیدم که خواه ناخواه دلم کشید سمتش و میخواستم حتی یه بارم شده با دقت بهش زل بزنم. ببینم چی داره که یه محل رو عاشق خودش کرده. یه روز بدونی که متوجه بشم دارم چی کار میکنم چند ساعت دم در منتظر بودم تا برای یه بارم گوش شده ریحانه رو ببینم. اما دریغ از یک بار دیدنش. دیگه دنبال دختر بازی و رفیق بازی نبودم. نصف روز و دم در روی سکوی کنار درمون می نشستم و منتظر بودم تا برای یک بارم گوش شده اونو ببینم. روزها گذشتن و 10 روزی بود که نشستن دم در منتظر ریحانه بودن کار هر روزم شده بود. بدون اینکه متوجه باشم به این کارم عادت کردم. چند روزی به سال تحویل مونده بود و اون زمان سال نو حال هوای خاصی داشت. محله رو تزیین کرده بودن و بوی بهار به مشام میرسید. کوچه ما همیشه شلوغ بود. مردم در رفت آمد بودن و خودشونو برای شب سال نو آماده میکردن. یه روز مثل همیشه دم در نشسته بودم. منتظر بودم ریحانه رو ببینم. اما وقتی خبری از ریحانه نشد ناامید از جام بلند شدم. خواستم به خونه برگردم که یهو در خونه ریحانه اینا باز شد. ریحانه به همراه مادرش از خونه بیرون اومدن. اون لحظه با دیدن ریحانه انگار همه چیز برام اسلو موشن شده بود و ریحانه با اون چادر گلگلی سفیدش حسابی تو چشمم بود. نمیدونم چرا یهو از خود بیخود شدم، اما مثل پسرای مؤدب به مادر ریحانه سلام کردم و منتظر بودم تا ریحانه جواب سلامم رو بده. برخلاف انتظارم ریحانه از گوشه چشم نگاهی بهم انداخت و دوباره سرش پایین انداخت و به همراه مادرش به راهشون ادامه دادن. با دیدن ریحانه متوجه شدم که تعریفای محل بی خود و بی جهت نیست. ریحانه با وجود اینکه حتی دست به ابروهاشم نزده یه دختر خوشگل و زیبا بود. وقار و متانت از سر و روی اون میبارید و همین باعث شده بود که من بیشتر از قبل تشنه دوباره دیدن ریحانه باشم. اون روز با خوشحالی به خونه برگشتم. مادرم با دیدن سر و صورت شادم دلیل خوشحالیمو پرسید. یه جواب سرسری بهش دادم. طبق رسم و رسومات دیرینه ایرانی شب چهارشنبه سوری رسیده بود. منم مثل بقیه پسرای محل کلی ترقه‌های مختلف خریده بودم. چند ساعتی تو کوچه ترقه بازی کردیم و به همراه خانواده‌مون از رو آتیش پریدیم.
هر کم به خونه خودش برگشت. با اینکه مادرم خاموشی رو زده بود و همه باید میخوابیدیم، اما خوابم نمیبرد. مدام این پهلو میشدم تا اینکه بالاخره از جام پا شدم. میخواستم فکری که به سرم اومده بود رو عملی کنم. قایمکی وارد حیاط شدم و از پله ها پشت بوم رفتم. اونجا یه اتاقک کوچیک داشتیم که مخصوص خودم بود. به قولی برای درس خوندنم بود، اما بیشتر محل شیطنت و بازیگوشیم بود. ترقه‌هایی که تو اون اتاقک مخفی کرده بودم رو در آوردم و میخواستم فکر شومی که تو سرم بود رو عملی کنم. زن همسایه کناری ما همیشه توهم میزد که قرار دوباره جنگ بشه. مدام راجبش با همون صحبت میکرد. من همون لحظه کرمان فعال شده بودن. میخواستم چند تا ترقه تو خونه‌شون بندازم. از همین بالا واکنشش رو ببینم. همین که ترقه رو روشن کردم و نشونه کردم تا توی حیاطشون بندازم، یهو یه صدایی از پشت سر اسمم صدا زد و گفت آقا کامران. وقتی برگشتم صورت ریحانه رو دیدم همونجا خشکم زد. ترقه تو دستم ترکید، باعث شد سری رو منطرفی کنم و داد بلندی بکشم. یهو یادم اومد الان نصف شبه. اومدم رو پشت بوم، برای همین سریعا دستم رو جلو دهنم گذاشتم و فوتش میکردم. ریحانه سریعا به سمتم اومد و گفت وای شرمنده، نمیخواستم این اتفاق بیفته. من که با دیدن ریحانه حسابی شوکه شده بودم گفتم تو اینجا چی کار میکنی؟ این وقت شب چطوری اومدی رو پشت بوم خونه ما؟ ریحانه به حصاری که بین پشت بوم خونه ما و خونه خودشون بود اشاره کرد و گفت وسط این حصار یه در کوچولو داره که از طرف ما قفل میشه. من رو پشت بوم خودمون داشتم درس میخوندم که دیدم شما میخوای تو خونه ترقه بندازی. خودتون بهتر میدونی که خانم مشهدی حسابی میترسه. ممکن بود با این کار سکته کنه بلای سرش بیاد. برام میخواستم جلوتون رو بگیرم، اما فکرشم نمیکردم این بلا سرتون بیاد. پوزخندی زدم و گفتم مگه تو مفتشی که این وقت شب دنبال مجرم میگردی؟ ریحانه ناامیدانه به من نگاه کرد و بدو سمت پشت بوم خونه‌ش رفت. بعد از چند لحظه با یه بطری آب برگشت. ازم خواست دستم رو جلو ببرم و با ریختن آب سرد روی دستم انگار که اون آب رو روی دلم خالی کرده بود. حسابی حالم جا اومد. دستم زیاد نسوخته بود و خدا رو شکر از این ترقه کبریتی‌ها استفاده کرده بودم. بطری آب از دستش گرفتم و بدون که حرفی بزنم یه نفس همش سر دادم. ریحانه ازم عذرخواهی کرد، روشو برگردون تا به خونه‌شون برگرده که حس کردم این فرصت خوب قرار از دستم در بره. برای همین از پشت سر صدای زدم، گفتم حالا که دستمو سوزوندی خودت هم باید خوبش کنی. ریحانه برگشت، با چشمای معصوم به صورتم نگاه کرد که یهو از خود بیخود شدم. بدنم گر گرفت. با اینکه با دخترای زیادی بودم، اما تا حالا دختری با این مظلومیت و معصومیت ندیده بودم. ریحانه لبخند زد و گفت اشکال نداره. هرم میرم پماد بیارم برات. همون لحظه مادرمو توی حیاط دیدم و سریعا به ریحانه گفتم نه الان نمیخوام. فردا شب همین ساعت همینجا برام پماد بیار. بدونی که اجازه بدم ریحانه حرفی بزنه، سریعا از پله پایین رفتم و خودم رو به توالت رسوندم. وانمود کردم که تازه از توالت بیرون اومدم. بدون اینکه حرفی به مادرم بزنم به اتاقم برگشتم و اون شب تا صبح تو رویاهام ریحانه رو میدیدم. البته رویاهای من چندان جالب نبودن. تو خوابم با ریحانه یه کارایی میکردم و یه جوری بدنم خیس شده بود. میخواستم هر جور شده به اون دسترسی پیدا کنم. فردای اون شب دقیقاً رأس همون ساعت پشت بوم رفتم و در اتاقک نیم ساعت منتظر موندم، اما خبری از ریحانه نشد. همین که خواستم برگردم خونه صدای ریحانه رو شنیدم که سریعا پمادو بهم داد. میخواست برگرده، اما من صداش کردم. گفتم ببین برای کیک خوشمزه آوردم، امیدوارم از مزهش خوشت بیاد. میدونستم که ریحانه زیاد اونجا نمیمونه، برای همین سریعا کیکی که از بقالی سرکوچه گرفته بودم و به ریحانه دادم و خودم زودتر از اون به پشت پایین رفتم. لحظه آخر وقتی از حیاط به پشت بوم نگاه کردم، ریحانه رو دیدم که هنوز با کیک توی دستش اونجا وایساده، تو فکر عمیقی فرو رفته. همونطور که میخواستم داشتم کم کم ریحانه رو جذب خودم میکردم. روزها میگذشتن و من و ریحانه هر چند شب یه بار رو پشت بوم همدیگر رو میدیدیم. تا اینکه یه روز حرف رسید به درس و مدرسه و ریحانه گفت که تو درس ریاضی خیلی ضعیفه. با اینکه منم نمره‌های خوبی نداشتم، اما همیشه ریاضیم 20 بود. یه جورایی عقل کل ریاضی بودم. برای همین به ریحانه پیشنهاد دادم داخل ایام تعطیلات عید میتونم باهاش ریاضی تمرین کنم. ریحانه که حسابی خوشحال شد، فردایی همون شب دوباره به پشت بوم اومد و ظاهراً 1 ساعتی منتظر من بود.
من از همه جا بیخبر تخت خواب بودم و وقتی فردای اون شب به پشت بوم رفتم با چهره گله‌بند ریحانه روبرو شدم. بدونی که خودم بخوام به طور کاملا ناخودآگاه ازش عذرخواهی کردم. روزا میگذشتن و تقریبا هر شب رو پشت بوم به ریحانه درس میدادم. از طرفی هم محو زیبایی و سادگی ریحانه بودم. شب سال نو رسید و اون شب من و ریحانه بدونی که بخوایم با هم دیگه ریاضی تمرین کنیم به پشت بوم رفتیم. می‌خواستیم فقط با هم وقت بگذرونیم. من هدفم دسترسی به اون بود. زمانی که حس کردم دارم بهش احساسایی پیدا میکنم، نقشه شومی که تو ذهنم بود رو عملی کردم. روز 12 فروردین بود و فردا شده بود 13 بدن. برای همین با ریحانه قرار گذاشتیم که اون شب آخرین تمرین درسیمون باشه. به ریحانه گفتم امشب تو اتاقک من تمرین کنیم. ریحانه که کاملا به من اعتماد داشت وارد اتاقکم شد. با دیدن تخت خواب و کمد و کتابایی که تو اتاقم بود حسابی شگفت زده شد. گفت فکر نمی‌کردم این اتاقک اینقدر خوشگل باشه. اصلا ظاهر جذابی نداره به نظرم. بهتره دیوارهای بیرونیشو یه رنگ سفید و خوشگل بزنی. همونطور که ریحانه تو اتاق میگشت و صحبت میکرد و وسایل نگاه میکرد، من در اتاق قفل کردم که ریحانه یهو از جاش پرید. با ترس بهم نگاه کرد. آروم به سمتش رفتم. گفتم ببین ریحانه، لطفاً نترس. نگران نباش. نمیدونم چطوری بگم اما من اسم میکنم عاشقت شدم. ازت میخوام امشب و کنار من باشی. ریحانه با ترس منو کنار زد. دستگیره رو چندین بار فشار داد اما در باز نشد. من سریعا از پشت ریحانه رو تو آغوش گرفتم. مثل یه پرنده کوچیک تو آغوشم دست و پا میزد. میخواست از دستم فرار کنه اما من محکمتر گرفتمش. دیگه عقل و اختیارم از دست داده بودم. نفس عمیق کشیدم و کنار گوشش زمزمه کردم. گفتم ریحانه باور کن من عاشقتم. میخوام باهات ازدواج کنم اما دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم. طاقتم به سر رسیده. ریحانه ملتمسانه صدام زد و گفت نه، تو رو خدا این بلا رو سر من نیار. اگه عاشقمی دوستم داری میتونیم به خواستگاریم همیشه به صورت قانونی و رسمی شروع کنی. منم دوستت دارم اما این کار تو دست درازی محسوب میشه. من هیچ وقت نمیتونم تو رو ببخشم. اون شب انقدری از خود بیخود شده بودم که به گریه ها و التماساش توجهی نکردم. من اینکه داشتم کارمو جلو میبردم اما ریحانه نمیتونست کاری کنه. فقط با صدای آروم ازم خواهش میکرد که ولش کنم. خوب میدونستم که ریحانه داد نمیزنه، خودشو توی دردسر نمیندازه، چون میدونه حتی اگه کسی کمکش هم بیاد ازش میپرسن که این وقت شب توی اتاقک من چیکار میکرده. شروع کردم به کار خودم. ریحانه ما بین التماساش داشت وا میداد. میدونستم که عشقش به من باعث شده نسبت بهم بیمیل نباشه. دیگه توی حرکت کار تموم کردم. وقتی که تموم شد بدون جون رو بدن نصف جون ریحانه افتادم. تازه فهمیدم چه غلطی کردم و سریعا به سر و صورت ریحانه آب میزدم. با دیدن اون حجم از خون حالم بد شد. یقین پیدا کردم ریحانه مثل هیچ کدوم از دخترایی که تا حالا باهاشون بودم نیست. ریحانه لباساشو پوشید و با ترس در اتاقک رو باز کرد. لحظه آخر با چشمای اشکی و کمری که از شدت درد خم شده بود برگشت و بهم گفت خودم خلاص میکنم. بدونی که مهلت واکنشی به من باشه از اتاقک بیرون زد. تازه متوجه حرفه شدم و کل بدنم یهو یخ کرد. شلوارم پوشیدم، بدو از در اتاقک بیرون زدم اما خبری از ریحانه نبود. جرأتم نداشتم برم پشت بومشون. به اتاقک برگشتم و مشغول تمیز کردن تخت و برداشتن لحاف شدم که یهو صدای جیغ بلندی کشیدم. اول بیخیال بودم اما بعد با شنیدن صدای مادر ریحانه که دخترش صدا میزد کل تنم یخ کرد. از پشت بوم پایین رفتم و در خونه‌شون رو زدم. پشت سر من مادر و پدرم و کل مردم کوچه دم درشون در میزدیم که بالاخره برادر کوچیک ریحانه در رو باز کرد و من زودتر از همه وارد خونه شدم. با دیدن تن و بدن خونی ریحانه که کف حیاط افتاده بود زانوهام سست شد. دیگه نتونستم قدم از قدم بردارم. همونطور که آروم به ریحانه نزدیک می شدم فهمیدم خودش از پشت بوم پرت کرده پایین. اون شب ریحانه رو به بیمارستان رسوندن و خدا رو شکر فقط دستش شکسته بود. بعد از مدتی ریحانه از بیمارستان مرخص شد. گفت که پاش لیز خورده. اما مادرش همه چی رو میدونست و دکتر به مادرش گفته بود که یه نفر چنین بلایی سر دخترش آورده. بعد از 3 ماه این پا اون پا کردم بالاخره خانواده‌مو راضی کردم و از ریحانه خواستگاری کردیم. ماجرای ازدواجمون خیلی پیش‌تر پیش شد. بالاخره من و ریحانه بعد 2 سال به هم رسیدیم. الان یه پسر کوچولوی 3 ساله داریم و هر دومون حسابی بزرگ و پخته شدیم.
اما نه از شرمندگی من کم شده، نه از ترس ریحانه. امسال تصمیم گرفتیم به یه روانشناس مراجعه کنیم و خدا رو شکر تأثیر مثبت زیادی رو زندگیمون داشته. امیدوارم از ماجرای زندگی من لذت برده باشید.